دوستان عزیز سلام، شب و روزتون بخیر باشه. منتظر طلوع 2 ستاره باشید. یک ستاره درمانندی که در روایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه آمده که امام مهدی علیه السلام زمانی می آید که این ستاره دری طلوع کند و همچنین منتظر ستاره دنبالدار مشهوری باشید که خبر از افول بنی عباس میده. ستاره دنبالداری که سر و تهش خم میشه. عزیزان، ما غیر از این 2 اتفاق چندین ظهور و افول ستاره هم داریم که انشاءالله در برنامه‌های مفصل من بهش میپردازم. بدانید که آسمان پر از حوادث خواهد بود. ما در قرب ظهوریم.